سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به روز سوم. امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو تمرین کرده باشید، دیده باشید و نوشته باشید نکاتش رو، تمرین ها رو بر من فرستاده باشید و مواردی که بهتون گفتم رو رعایت کرده باشید، از کمال‌گرایی دوری کرده باشید و هر روز این تمرین رو تو برنامه‌تون قرار داده باشید. خب میخوایم که روز سوم رو با هم شروع کنیم. ازتون خواهش میکنم اگه ویدیوهای قبلی رو خوب تمرین نکردید این ویدیو رو شروع نکنید. اول ویدیوهای قبلی رو خوب تمرین کنید، بهشون مسلط بشید و بعد برسید سراغ ویدیوی سوم. امروز میخوایم راجع به خرید کردن صحبت کنیم. اینکه میریم حالا تو مغازه، تو فروشگاهی میخوایم چیزی رو بخریم، چطور بپرسیم که قیمتش چنده، چطور بخوایم پرداختش کنیم، چطور بپرسیم حالا این رنگی دارید، مثلا حالا این شکلی دارید و اینا رو میخوایم توی مکالمه با هم بررسی کنیم. مکالمه خیلی کوتاست ولی خیلی میتونه کاربردی باشه. بر تمرین هم میتونید مکالمه رو عوضش کنید. حالا میتونید قیمتش و رنگش و موارد مختلف از این مکالمه رو عوض کنید، یا اینکه صداتون رو وایس بگیرید که دارید این مکالمه رو میخونید و برای من تو تلگرام ارسالش کنید. خب برای کسایی که اولین بار ویدیو من رو دارن میبینن، من اینجا براتون گذاشتم آدرس تلگرام منو، میتونید به این آدرس بر من ارسال کنید. تب تو پشتیبانی. خب بریم برای شروع مکالمه. من اول یه دور میخونم، بار دوم اصطلاحات رو میگم و بار سوم کامل براتون یه دور دیگه هم میخونم. Conversation 3. Excuse me, how much is this? It's $10. Do you have it in red? Yes, here it is. Great. Can I pay with a card? Yes, we accept cards. Thank you. You're welcome. Have a nice day. You too. خب حالا میخوایم ببینیم که چی گفته. حالا احتمالا خیلیتون متوجه شدین که راجع به چی داره صحبت میکنه. Excuse me. ببخشید. معذرت میخوام. برای اینکه بخواد نظر کسی رو جلب کنه. ما اگه بخوایم نظر کسی رو جلب کنیم، بخوایم باهاش صحبت کنیم، میتونیم از همین excuse me استفاده کنیم. که مثلا خانم، آقا، به جاش مثلا میتونیم که excuse me، ببخشید، how much is this؟ قیمتش چقدره؟ این قیمتش چقدره؟ It's $10. $10. یا میتونیم عوضش کنیم، مثلا بگیم It's $15. میتونیم عوضش کنیم. پس این میشه علامت دلار. از اول دلار رو میذارن، بعد میان قیمتشو میگن، ولی برعکس میخونن $10 یا مثلا $20. اوکی. Do you have it in red؟ قرمزشو دارین؟ In red. حالا میتونیم بگیم in green. آبیشو دارین؟ In purple. In white. خب اگه باز لیست رنگ ها رو میخواین، بهم میتونین تو تلگرام اطلاع بدین، من خدمتتون میفرستم. Do you have it in red؟ Yes, here it is. بله، بفرمایید. اینجاست. Great. Can I pay with a card؟ عالیه. میتونم با کارت پرداختش کنم؟ پس pay اینجا معنی پرداخت کردن و یه فعل هستش. Can I pay with a card؟ میتونم با کارت پرداختش کنم؟ Yes, we accept cards. بله، ما کارت قبول میکنیم. پس accept دوباره یه فعل دیگه معنی قبول کردن. ما کارت رو قبول میکنیم. Thank you. ممنونم. You're welcome. خواهش میکنم. Have a nice day. روز خوبی داشته باشید. You too. شما همینطور. خیلی ساده بود و خیلی نکات خوبی رو داشت. اینو همونطور که گفتم بر خودتون بنویسید، عوضش کنید به سری قسمتاشو و بر من ارسال کنید. خب الان من یه دور میخونم و شما گوش کنید. Conversation 3. Excuse me, how much is this? It's $10. Do you have it in red? Yes, here it is. Great. Can I pay with a card? Yes, we accept cards. Thank you. You're welcome. Have a nice day.
You too. سوالی بود دوباره از من میتونید بپرسید. ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. باعث میشه من کلی انرژی بگیرم. تا ویدیو بعدی میبینمتون.